سرخط خبرها. گفتگوی معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ با مسئولان یونیسف درباره گسترش همکاری‌های مشترک در زمینه‌های فرهنگی و هنری کودکان و نوجوانان. بازگشت دکتر اسمت الله مجددی مشاور شورای امنیت در اداره پیشین به کشور. و بلند رفتن آمار کشته و زخمی‌ها در زلزله شدید در ونزوئلا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما بخیر بینندگان گرامی. به خبرهای امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی اوروش خوش آمدید. امروز پنجشنبه 4 ماه سرطان سال روان هجری خورشیدی است. اکنون توجه کنید به مشروع خبرها. مولوی عتیق الله عزیزی معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ با مسئولان یونیسف دیدار و درباره گسترش همکاری‌های مشترک در زمینه‌های رشد فکری، فرهنگی و هنری کودکان و نوجوانان گفتگو کرد. آقای عزیزی در این دیدار گفت که وزارت اطلاعات و فرهنگ آماده گسترش همکاری‌ها در زمینه ترویج فرهنگ مطالعه، تجهیز کتابخانه‌های عامه، تولید آثار ادبی و فرهنگی برای کودکان، ارتقای ظرفیت نویسندگان جوان و تطبیق برنامه‌های فرهنگی مشترک است. در این حال مسئولان یونیسف از گسترش بیشتر همکاری‌های علمی، فرهنگی و هنری خود با این وزارت اطمینان دادند. کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان میگوید که با تلاش‌های این کمیسیون دکتر اسمت الله مجددی مشاور شورای امنیت در اداره پیشین از ترکیه به کشور بازگشت. به گفته این کمیسیون آقای مجددی از ورود و استقبال از وی در کشور ابراز خرسندی کرده است. وزارت صحت عامه میگوید که به هدف تقویت و گسترش خدمات صحی برای باشندگان ولایت هلمند قرارداد را به ارزش 909,999 دلار به یک مؤسسه امضا کرده است. به گفته این وزارت مطابق این قرارداد از طریق 6 مرکز صحی فرعی و 2 مرکز صحی اساسی 69,202 تن به صورت مستقیم و 250,000 تن به صورت غیر مستقیم از خدمات صحی بهره مند خواهند شد. همچنین برای 112 تن زمینه کار در بخش صحت فراهم می شود. و در خبر آخر دلسی رودریگز رئیس جمهور موقت ونزوئلا در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرد که بر اساس آمار اولیه دست کم 32 نفر در پی زلزله‌های اخیر در این کشور کشته و 700 نفر دیگر زخمی شدند. رودریگز افزود که بسیاری از ساختمان‌ها بر اثر زلزله‌ها فرو ریختند و تلاش‌های امداد و نجات در حال انجام است، اما آمار اعلام شده شامل تلفات در مناطقی که بیشترین آسیب را دیدند نمی‌شود. او در سخنان خود این زلزله‌ها را فاجعه بزرگ توصیف نمود و با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرده است. بر اساس گزارش سازمان زمین‌شناسی آمریکا، 2 زلزله نیرومند پی هم به بزرگی 7.2 و 7.5 ریشتر مناطق نزدیک به کاراکاس پایتخت ونزوئلا را لرزانده است. بینندگان گرامی، این بود خبر امروز که تقدیمتان شد. از توجه و همراهی شما جهان سپاس. خداوند نگهدار.